بچه ها ما خربازیمون عد کرده. اوکی برو ببینم شیب داره تا خار مادر. چرا نمرد اصلا؟ ای بابا حال نداره. وای باورم نمیشه، من همین الان یه خاطره از زندگی خودم یادم اومد که تا حالا یادم نبود. کوتاه بخوام بگم سوم ابتدایی بودم، رفته بودیم خرید بکنیم با خانوادم، ماشینمون رو توی پارکینگ پارک کردیم. پارکینگش اینطوری بودش که یه سراشیبی زیاد داشتش، بعد وارد پارکینگ میشدی که بخوای مثلا ماشین رو پارک کنی. رفتیم خریدار کردیم، بعد با اون جعبه و باکس چیز اومدیم، با اون باکس خریدمون اومدیم بیرون، وسایل رو بذاریم توی حالا اون ماشین و بعد حالا اون باکسه که اینجوری کالسکه ماننده اونو بذاریمش داخل خود فروشگاه. نمیاد اصلا چه خریدی بود فلان، ولی سبد خرید رو کلا من داشتم حملش میکردم، یعنی از اول تا حالا من داشتم میآوردم. میخواستیم بریم توی پارکینگ هم دیگه کسی از من نگرفتش اونو، من خودم همینجوری آوردمش. آقا افتادیم رو سراشیبی، اون سنگین بود دیگه، اون رفت منم پشت سرش همینجوری میدویدم، اون میرفت من میدویدم. آخر خورد به پشت یه ماشین، به یه ستون پارکینگ خورد، نمیدونم اینجوری خورد، منم اینجوری با دماغ رفتم توی اون دسته اون کالسکه سبد خریده، اینجوری رفتم و مماغم خون اومد فلان، خیلی بد بود. خدا حالا فیلم بردار که نشسته بود داخل سبد، اگر وزنش بیشتر میشد، تراشیبی هم همون بود، سرعتش بیشتر میشد، شاید نیماد نمیتونست آخرین لحظه برسه و بگیرتش. خیلی خطرناکه یه همچین شوخیایی، یه همچین کارایی واقعا نکنید. نیماد نکنه این کارو، به بچه‌ها یاد نده نامرد.